رکورد گینس شکسته شد. طولانی ترین صفی که تا این لحظه در جهان برای درمان تشکیل شده. بریم ببینیم ته این صف کجاست. من نمیگم از الان رفتن یا نمیذارم باشه به جون مادر در میبندم. الان نسبت به قبل و بعدی که بزنم چقدر نمیتونستم راه برم، الان خشن راه میرم دیگه. چقدر طول کشید تاثیرش؟ یه ثانیه هم نشد. الان کلا درد و آره به خدا واقعا من تا حالا این همه دکتر رفتم اینجوری تاثیر نداشته. الان راحت میتونی حرکت بدی. ببین میتونی قشنگ بدنت تکون بدی. ولی اون درده نه واقعا این درد افتاد. من نظرتون چیه؟ دردتون کمتر شده یا فرقی نکرده؟ چند تا اینو باز است. حالا من واسه فروش نیومدم. الان نظر نیومده که نه من چیکار دارم یه دونه. الان نظرتون رو میخوام. دردتون افتاد یا نه؟ چند درصد بهتر شد؟ از 100% چند درصد دردتون بهتر شد؟ بالای 70. دردتون کاملا خوب شد. حالا الکسیر رو دوستانی مثل شما این مشکل رو داشته باشن استفاده کنن از چه میگیرن؟ حتما نتیجه میگیره. خودش دردش خوب. دست شما درد